استقلال دوشنبه پای در پای 3 سال اخیر با حیث صاحب عنوان چمپیونی و صاحب جای تاجیکستان با بازی سوپر جو میآید. سال 2017 با صاحب جای دوم این دفعه حاصلات فرخور برای این جام را صاحب شدن با ورزشگاه مرکزی شهر حصار آمد. بازی حاصلات نسبت به آن دستهایی که از جای دوم با استقلال برای سوپر جام بازی کرده بودند فرق کننده بود. یک اسپکتاکل نونوشته را منظور 14000 تماشابینان گردانیدند. وخوری در ورزشگاه حصار با حضور طوری گفتیم 14000 تماشابین دایر گردید و 4 مارس سال 2017 بود. در این وخوری دسته حاصلات که اصلا قسم زیادی بازیگرانش از دسته روشنی کلوب به این دسته آمده بودند بازی خوب نشان دادند و بازی نشان دادند که در حقیقت ارزشش ستایش خیلی زیاد است. در دقیقه 8 فوتبالبازان دسته حاصلات توانستند با گل زده خیرالله عزیزوف به صف پیش برویند. او تحت رقم 8 بازی میکرد و در دقیقه 8 فوتبالبازان دسته حاصلات را به صف پیش برآورد. سپس هجوم ها در قسم اول خیلی زیاد بودند. استقلال هم امکانیت داشت که حساب را برابر کند، ولی در این روز رستم رضایف که دسته حاصلات را دروازه‌اش را حمایت میکرد از گل‌های نهایت یا که ضربه‌های نهایت دشوار حمایت میکرد و سیف‌های عالی انجام میداد. در همین روز در هیئت دسته حاصلات رستم رضایف، سفرعلی کریموف، صادق موسی، خیرالله عزیزوف، اویبک عبدالغفاروف، حسن رستموف، ابراهیم ربیموف، محمد جان حسن، عبدالرسول رحمانوف، شادیبek غفاروف و اگل جونز بازی میکردند و محض اگل جونز در دقیقه 29 طور دیدیم فوتبالبازان دسته حاصلات را برتریش را دو بالا کرد و این دلیل اون بود که اکنون فوتبالبازان دسته حاصلات میتوانند صاحب جام سوپر جام تاجیکستان شوند. اما یک هجوم فوتبالبازان دسته استقلال در دقیقه 87 با ضربه دیمیتری بارکوف خط دروازه دسته حاصلات را رخنه کرد و حساب 1-2 شد. در نتیجه حاصلات با پیروزی 1-2 اولین سوپر جام تاجیکستان را به دست آورد. مخلصان خیلی زیاد بودند، شادی نشاطشان همتا نداشت. در هیئت دسته استقلال اون روز نیکولا ستاشیچ، ارتیوم برانوفسکی، احتم نظروف، صاحب سوانقولوف، دیوید ماوتور، نوریدین давронов، фатулло фатуллоев، амирбек ҷӯрабоев، димитрий барков، дилшод восиев و جهانگیر ارگاشف حضور داشتند.